إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم. آیه 11 سوره نور. دایات قبلی الله متعال احکامی که متعلق زناست و همچنان خصوصا زنایی که از طرف زن صورت میگیره و شوهر او را میبینه و شاهد پورا کرده نمیتونه، احکام متعلق از او ذکر شد. حد قذف که کسی ناحق کسی را تهمت بکنه یا است که سریعمو جنایت شاهد پورا کرده نمیتونه، الله احکام از او را هم بیان کرد. در حقیقت این موضوعات یا احکامی که قبلا بیان شد یک مقدمه و تمهید بود برای واقعه بزرگی که در مورد ازواج مطهرات خصوصا عایشه رضی الله عنها صورت گرفته. موضوعی که تعلق به عایشه رضی الله عنها داره، الله متعال در اینجا آیاتای را برای براءت عایشه رضی الله عنها نازل کرده با وصفی که یقینا خیلی دردآور است، لیکن الله متعال بعضی اوقات در اموری که انسان در ظاهر شر فکر میکنه دو خیرای خیلی بزرگ میباشه. همین موضوع با وصفی که پیغمبر علیه السلام خیلی زیاد اذیت یافته، صحابه کرام و همچنان خود عایشه رضی الله عنها پدر و مادرش، لیکن الله متعال در یک واقعه خیرای خیلی بزرگ الله انداخته بود که این سبب تسلی مؤمنای آینده میشه. هر دعوتگر حق که در هر جای شروع میکنه که حق نشر و اشاعت بکنه، دشمنای دین او را آرام نمیگذاره، انواع مبارزه یا مقابله را امرایش میکنه تا ای که در سرحد ازی میرسه در مورد شخصیت از او، در مورد خاندان از او مردم آرام نمیشینه. بزرگترین آزار و اذیت که پیغمبر علیه السلام دیده از دست منافقین دیده. درس عظیم برای مؤمنان امیسته که منافقین همیشه در جامعه اسلام به نام اسلام، به لباس اسلام، به رنگ اسلام، اما بسیار مضر و بسیار خطرناک برای جامعه اسلامی می باشد. دی مسائلی که تهمت به عایشه رضی الله عنها زده شده بسیار امور مهم برای ما و شما به طریق عبرت و درس در این آیات ها آمده رایسته. قبل از اینکه ما در تفسیر آیات ها بپردازیم، داستانی که عایشه رضی الله عنها خود او را نقل میکنه، کتابای صحیحین و سنن کلش او را آورده، دو میپردازیم که چطور حالت بود. پیغمبر علیه السلام زمانی که سفر میکرد یکی از ازواج مطهرات یا قرعه مینداخت یا است که بر رضامندی کلگیشان یکی انتخاب میشد، به امرای پیامبر صلی الله علیه و سلم می رفتن. در جنگی که ایرا به نام جنگ بنی المصطلق یاد میکنه، در سال 6 هجری است، ایرا به نام غزوه مریسی هم یاد میکنه. عایشه رضی الله عنها همسفر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. در یک موقعی که کاروان پیغمبر علیه السلام در اونجا نزول میکنه، پایین میشه برای راحت استراحت کردن، زمانی که پس از همین جای میروند اعلان میشد. پیغمبر علیه السلام برای همین مسائل افرادی را مشخص تعیین کرده بود. یکی از جمله خوبی ها یا زیرکی پیغمبر علیه السلام همین می بود که یک نفر موظف میکرد که در دنبال کاروان باید همیشه بره. در کدام جایی که کاروان نزول کرده اونجا استراحت کرده، امو جای یک دم تلاشی کنه که چیزی از کسی باقی نمانده باشه. از او خاطر یک نفر همیشه از دنبال کاروان می آمد. در موقعی که پیغمبر علیه السلام نزول کرد امرای عایشه رضی الله عنها، اعلان شد که آمادگی برای حرکت و سفر است. وقتی اعلان می شد منظور این می بود که کلگی بره و همه چیز خود آماده بسازه و بار و بستری خود و پس مرکب خود آماده کنه و تمام ضروریات خود پوره بکنه. عایشه رضی الله عنها وقتی که اعلان شنید برآمد، در طرف جنگل بود، دو طرف رفت به خاطر قضای حاجت، به خاطر که سفر شروع می شد. در اونجا گردنبندی که در گردن داشته او کنده شد و در طلب و تلاش از او یک چیزی وقت مصرف شد. زمانی که پس مراجعه کرد
که کاروان یا قافله پیغمبر علیه السلام حرکت کرده و هیچ کسی در اینجا باقی نمانده. عایشه رضی الله عنها با وصفی که سن و سالش خیلی خرد بوده، اما الله متعال عجیب هوشیاری و بصیرت و زرنگی را الله نصیبش کرده بود. این فهمید که پیغمبر علیه السلام هرگاه متوجه شود که من نیستم حتما پس دمی جمعه، از او خاطر آلی طور نکرد که دنبال کاروان حرکت کنه بدوه، همینجا قرار نشست، چرا امید دانست که هرگاه خبر شود پس دمینجا مردم میاد دنبال ما. کسانی که موظف بودند، چون در او وقتم آیت های ستر و حجاب نازل شده بود، همیشه ازواج مطهرات ده هودج یا همون صندلیگکی که برش جور شده بود در سر دو می نشستن، با صندلیگک در سر شتر مانده می شد. صندلی که عایشه رضی الله عنها برش ساخته شده بود و داخلش می نشست، زمانی که صحابه کرام صندلی را بالا کرد، چون سن خرد داشت او وقت جان نشام قوی نبوده، بسیار سبک بود، از او خاطر صحابه احساس نکردند. 2-3 نفر چون صندلی را برداشتن اینطور فکر نکردند که دی کسی هست یا نیست، از او خاطر او را بار کده رفتن. پیغمبر علیه السلام خیلی پیش رفت کاروان، چون وظیفه‌دار دنبال روی امی کاروان در این سفر به دوش صفوان ابن معطل سلمی رضی الله عنه است، صحابی جلیل القدر است. این از پشت سر می آمد. قریب نماز صبح قریب روشنی شده بود، یک کمی تاریکی بود که صفوان ابن معطل رضی الله عنه در اینجا می رسه، می بینه که در میدان یک سیایی است. یک کمی که نزدیک میشه، چون عایشه رضی الله عنها را قبلا دیده بود، دست شناخت، هیچ کلمه دیگری نگفت، انا لله و انا الیه راجعون گفت و بعد از او شتر شاند. عایشه رضی الله عنها سرش سوار شد، حتی کلمات دیگه تبادله نشد و صفوان پیش مهار شتر گرفت حرکت کرد تا اینکه تقریبا در زمانه چاشت با کاروان یا با قافله پیغمبر علیه السلام در اونجا یک جا شد. این میجه بود که عبدالله ابن ابی ابن سلول، عبدالله نامش است، بچه ابی پدرش است و نام مادرش سلول است، از او خاطر بردو به پدر و مادر اردو نسبت میشه. بزرگترین منافق و سختترین دشمن اسلام و پیغمبر علیه السلام بود و علت دشمنی می بود که قبل از هجرت پیغمبر علیه السلام مردم جمع شده بود که ایرا تاجپوشی، ریاست و کلانی قوم بده، لیکن زمانی که رسول الله هجرت کرد مردم دیگه کلانی از او را از نظر انداختن. امی بغض و حسد و کینه در قلب از او همیشه جوش میخورد، تلاش داشت که پیغمبر علیه السلام به هر نوع که باشه اذیت برسانه. اینجا بهترین موقع برشان حاصل شد که سعی کنه اعوذ بالله صفوان ابن معطل صحابی رضی الله عنه با امرای عایشه رضی الله عنها زنا کرده. این امی سخن امی اصل محرکش یا اصل برگرداننده امی توطئه امی عبدالله ابن ابی ابن سلول بود، لیکن یک تعداد مسلمانایی که یک کمی ساده بودن خیلی زیاد در گبه ها زود باور میکردن که ما و شما از همیشه زود تعبیر به خوش باور داریم، که از او جمله مستح بود ابن اساسه که از خودگی و قارب خودی ابی بکر رضی الله عنه میشد و همیشه سر از او احسان میکرد چون آدم فقیر بود. و دیگه حسان ابن ثابت رضی الله عنه که شاعر بود، پیغمبر علیه السلام در بعضی مواقع از پیغمبر علیه السلام دفاع میکرد به شعر. و یکی حمنه بنت جحش که ای از زوجی مطهره پیغمبر علیه السلام فاطمه بنت جحش همشیریش است، یعنی خوشنی پیغمبر علیه السلام میشه. یام در امی تبلیغات عبدالله ابن ابی ابن سلول بازی فریب خوردن، یام امی گپا را تا بالا کردن. اگرچه در این معامله منافقین دیگری هم بودن، اما رول مهم در سر و صدا بالا کردن امی گپ امی 4 نفر داشت که یکی برگرداننده اصلی واقعی که عبدالله ابن ابی ابن سلول است و 3 شخص دیگه که مسلمان هستند، خوشباور هستند، یا امی گپا را بالا کرده. عایشه رضی الله عنها از این حالات خبر نداره. زمانی که خانه میرسن عایشه رضی الله عنها از آگاه نیست، اما یوازه خیلی پخش و شایع شده. پیغمبر علیه السلام با احوالگیری عایشه رضی الله عنها در حجرات ازواج مطهرات میاد. معمولی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که هر روز از ازواج مطهرات از حالاتش، از ضروریات و مشکلاتش خبر میگرفت، با وصفی که نوبتش همراه یک زوجه می بود و نوبت هم سری پیغمبر علیه السلام واجب نبود، اما او مراعات میکرد. لیکن احوالگیری از هر زوجه مطهره همیشه از پیغمبر علیه السلام بود. عایشه رضی الله عنها میفرماید که پیغمبر علیه السلام داخل میشد یک احوال پرسان میکرد، لیکن امو لطف و نزاکت ثابت که داشت
او نه باقی نمانده بود، زود می برآمد. من میقدر متوجه گپا نبودم. یک روز از روزها چون امیطور مریض رقم بودم، مادر مستح ایر امرای خود گرفتم بیرون برآمده بود. او وقت میگه کنار چی بیت الخلاها در خانه ها جور نشده بود. بیرون برآمدم طرف قضای حاجت. مادر مستح امرای خود گرفته بودم. در یک جای چادر امی مادر مستح در پایش بند شد، قریب که بیفته. دمی فرصت گفت که تعیس مستح، هلاک شو مستح. این کلمه است که عربا در وقت بددعا میگن. عایشه رضی الله عنها قهر شده، برش میگه که او مستح، عجیب سخن میگی، مستح خو صحابی بدری است، در بین صحابه کسانی که در جنگ بدر شریک بودن منزلت و مقام خیلی بالای داشت، چرا که الله متعال گناه های ازوار معاف اعلان کرده بود. از امو خاطر در بین صحابه اصحاب بدر بسیار مقام و منزلت بالا داشت. عایشه رضی الله عنها چون مستح صحابی بدری است، روی خود دور داد، با مادرش میگه که عجیب کاری غلطی میکنی، به مستح ور شخصیت تو بددعا میکنی که هلاک شود. او برش میگه که ای عایشه تو خبر نداری مستح تو اینطور گپا را بالا کرده. کلی داستان مستح با عایشه رضی الله عنها قصه میکنه. عایشه رضی الله عنها میفرماید که از یک طرف مریض بودم، زمانی که داستان شنیدم مرضم دیگه بسیار اضافه شد. از همون خاطر زمانی که خانه بودم پیغمبر علیه الصلاة و السلام آمد، حالی فهمیدم که چرا این لطف و نزاکت رسول الله، صمیمیت پیغمبر علیه السلام به امرای ما کم شده. این دفعه که آمد ما از پیشش اجازه طلب کردم که ما یا رسول الله اجازه بده که خانه پدر و مادر برم. منظوری آمدن شام در خانه پدر و مادر است که یک کمی تسلی برای داده شود و اصل حقیقت گپ برش معلوم شود که چی گپ است. قدرت الله متعال است. الله متعال دمی فرصت وحی را بند کرده بود، وحی هم نمی آمد. پیغمبر علیه السلام هم سخت خفه بود و بسیار خونجیگر بود. صحابه کرام هم خیلی زیاد چی بودن. از همون خاطر زمانی که همی رنج و غم رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرای خانش که اسامه ابن زید رضی الله عنه و علی رضی الله عنه بود یا بودن که دید حالت پیغمبر خیلی خراب است، هر کدامش یک مشوره نیک برش داده بود. اسامه ابن زید رضی الله عنه گفته بود که یا رسول الله ما با عایشه هیچ شری را نمی بینم، یقینا زن پارسا و پاک دامن است و این گپ حتما دروغ است. علی رضی الله عنه اینطور سخن گفته بود، البته منظورش بدگویی عایشه رضی الله عنها نبود، بلکه به خاطر تسلی و خوش ساختن قلب رسول الله گفت که ای پیغمبر علیه السلام اگر در قلب یک چیزی خطی پیدا شده در مورد عایشه، زنای دیگه بسیار است که تو نکاح قطعش بکنی. منظورش این بوده که رسول الله صلی الله علیه وسلم غمش کم شود. اما بعد از او مشوره دادن که یگانه سیاسری که از همه حالات عایشه رضی الله عنها معلومات کافی داره بریره رضی الله عنها است که او کنیزش بود و بعد از او آزاد شده. از او سوال بکن. پیغمبر علیه السلام از بریره رضی الله عنها جستجو کرد. بریره رضی الله عنها برش فرمود که یا رسول الله به الله قسم ما هیچ نوع شری را بالای عایشه رضی الله عنها ندیدیم، بجز از اینکه دختره که خرد است معلومات کافی نداره، زمانی که خمیر میکنه سرش لچ میمانه، بز میامو خمیر میخوره، دیگه هیچ عیب را بالای عایشه رضی الله عنها من نمیبینم. عایشه رضی الله عنها میگه که من خانه آمدم، به مادر خود گفتم که مادر قصه چی رقم است. مادر یک کمی تسلی مرا داد که دخترم همیشه در مورد زنان پاک دامن امچو افواهات میشه، خیر است، ایگه پا غلط و دروغ است. و بعد از او به پادر گفتم ابوبکر رضی الله عنه که چی داستان است. او گفت الله عالم است. گفت دمونجا بودم بسیار خفه بودم زمانی که از مادرم آگاهی پیدا کردم، از پدرم آگاهی پیدا کردم، شب دو روز در گریان شروع کردم که یا الله چه مصیبتی بود بالای من. گفت پیغمبر علیه الصلاة و السلام آمد و چیزی که مرا در آوردی بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا گفت که عایشه انسان خطا میشه، شاید تو مرتکب همچو کار شده باشی، توبه بکش، از الله متعال استغفار طلب بکن. گفت ما با مادری خود گفتم که مادرم جواب بدی رسول الله صلی الله علیه وسلم. مادرم گفت که الله عالم است من چی در جواب داده بتونم از او حالی که من علم ندارم، شاهد نیستم. بعد از رو به پدر ابوبکر رضی الله عنه کردم، گفت پدر جان تو جواب بده. پدرم همین قسم میگه که من حالات شاهد نیستم.
الله عالم است، من جواب داده نمیتونم. عایشه رضی الله عنها میگه که به الله قسم، اگر آلی من قسمم بخورم که من یه عمل انجام ندادم، لیکن شما در قلبتان شیطان وسوسه را انداخته و شما تصدیق نمیکنی گپی مرا. اگر ما بگویم که نعوذ بالله مرتکب این کار شدیم، بالکل شما زود تصدیق میکنی. خب من در این مورد دیگه جوابی ندارم مگر به مثل جواب یعقوب علیه السلام زمانی که پسرانش آمد و در مورد یوسف علیه السلام گپ گفت. یعقوب علیه السلام گفت که والله المستعان علی ما تصفون، فصبر جمیل، ما صبر جمیل کار میگیرم و دیگه همه اموره به الله متعال میسپارم. زیرکی و زرنگی عایشه رضی الله عنها در همچه مقام بسیار زیاد است. پیغمبر علیه السلام میگه پس دور خورد. عایشه رضی الله عنها میفرماید که درد من بسیار زیاد شد، حالت سر من خیلی خراب شده بود و ما توقع نداشتم که الله متعال وحی جلی را، آیات های قرآن نازل کنه. ما فکر میکردم که الله متعال مرا در می حالت نمیگذاره، حتما در خو یا در اشاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم براعت ما اعلان میشه. لیکن گفت پیغمبر علیه السلام از خانه نخسته بود که آثار وحی سر پیغمبر علیه السلام دیده شد. پیغمبر وقتی که وحی سرش می آمد بسیار فشار سرش می آمد، هرگاه در حالتی سردی هم می بود، می دیدی که او خیلی عرق میکنه. گفت بعد از اینکه وحی از پیغمبر علیه السلام خلاص شد، مرا گفت که ابشری یا عایشه، خوش خبری بالای تو باشه که براعتت الله متعال اعلان کرده. گفت پدر ابوبکر رضی الله عنه گفت که عایشه بخیر احترام پیغمبر علیه السلام بکن. گفت من همونجا گفتم که من احترام پیغمبر چی بکنم، احترام الله را میکنم که براعت مرا. گفت بعد از او بین صحابه کرام تمامی غم و رنج گم شد و اعلان شد آیات های قرآن کریم. این حالتی بود که بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده. لیکن برای مؤمنان بسیار درس عظیم است. ما اگر هر قدر دوچار مصیبت ها و تکلیف ها میشیم، برای ما تسلی بزرگ است که پیغمبر همچو اذیت ها را دیده. دشمنای دین هیچ راهی را نگذاشتن بدون از اینکه به پیغمبر ضرر برسانه و اذیت بده. منافقین همی گپم نگذاشتن، حتی به دامن پاکی ازواج مطهرات لکه و داغ نهادن. این حالتی خیلی سختی است. رسول الله که دعوت دین میده، غم مردم میخوره، لیکن حالات در اینمی سرحد میرسه. ما باید در مقابل دین خود هر قدر دشمنا بالای ما تهمت میزنه، هر چی میکنه، برای ما تسلی خیلی بزرگ است. ما نه از رسول الله که در بالا مرتبه داریم و نه از عایشه رضی الله عنها که در پاک دامن هستیم. الله متعال ای براعت نازل کرد. خاک در سر دشمنای عایشه رضی الله عنها و او کسایی که امروز زمی گپار زمزمه میکنه، گروه هایی که فعلا در وطن ما و شماست، نعوذ بالله کتابای از یا مملو از لعنت بالای عایشه فاحشه بودن است. تأسف به این میکنم که در این روزها ملاهای ما میرن در پیش او کسای ماستری میگیرن درس میخوانه که در پارچه سوالشان میاره که نعوذ بالله 4 جوابه، الف عایشه فاحشه است، با عایشه فاسقه است، او جیم عایشه زانیه است و دال همهش است. ما ایران ماندیم که ملای ما که داد از دین خود میزنه، او شخصیتی که الله براعتش از آسمان نازل کرد و چه قسم در کدامش حلقه میده، در این جواب چه رقم جواب میده و میره زانو میزنن در پیش مردمایی که دشمن سرسخت دین است و اولین رخنه‌ای که در دین پیدا کرده امی گروه مردم بود، امی چوچه های یهود است. دشمنی و بغض از یا امرای صحابه کرام به اندازه هست که کتابایشان مملو و پر هستند و امی عقیدهشان است. اما تاسف که ملت ما آگاهی کامل نداره در مورد امی مردم که چقدر دشمن دین هستند و چقدر دین تخریب کرده. همیشه نعوذ بالله با تفرقه بازی و با فرقواریت دامن زده، شعله فرقواریت امیا بالا کرده، کشتن و قتل کردن خلاف انسانیت یا کرده، در سرای مردم میخ کوبیده از دست امی مردم شده. اما امروز کسایی هستند که یارا در بغل خود میگیره، موقف برش میده، مقام و منزلت برش میده، صرف به خاطر از اینکه خودش در یک میدان برسه
در چی برسه. به الله قسم که روز قیامت این آیت های قرآن کریم در پیشش میآید که این مسلمان ها این آیت ها را میخوانه و میفهمه که مادر مؤمنه عایشه صدیقه رضی الله عنها را کی تهمت کرده منافقین بزرگ و امروز کسی بر از او لعنت بگویه، این گپا میآید. ان شاء الله پشت سر در این آیت ها یک حالات میآید، خو لیکن این واقعه یقینا که قرآن تعبیر کرده که خیر است، یقینا برای ما مسلمان ها خیر بود. عایشه رضی الله عنها را الله متعال عجیب افتخارات نصیب کرده. حدیث ترمذی شریف است که عایشه رضی الله عنها میفرماید در جمله افتخارات و فضایل خود میشماره که ما امو زنی هستم که الله متعال قبل از اینکه مرا پیغمبر به نکاح کنه تصویری مرا الله متعال با واسطه جبریل امین در دستمال ابریشمی آورده بود به پیغمبر علیه السلام نشان داده بود. بخاری و مسلم رحمه الله میگه که واقعی خواب است، لیکن در حدیث ترمذی میگه که نه، در دستمال جبریل امین تصویر عایشه رضی الله عنها را برای پیغمبر علیه السلام نشان داده بود. این یک افتخاری است که به هیچ زوجه مطهره دیگه پیغمبر علیه السلام حاصل نیست. دوم افتخاری که در او حدیث برش ذکر شده، هیچ پیغمبر با امرای دختر جوان نکاح نکرده بجز از عایشه صدیقه رضی الله عنها. سوم افتخارش است که وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم در بغل عایشه رضی الله عنها شد. چهارم افتخارش است که پیغمبر علیه السلام زمان وفات میکرد در خانه یا حجره عایشه رضی الله عنها بود. حتی رسول الله او میفرماید که زقنش در بغل ما بود زمانی که نفس میداد. پنجم افتخارش است زمانی که وحی می آمد پیغمبر علیه السلام امرای عایشه رضی الله عنها در یک لحاف می بود، وحی نازل می شد. ششم براءتش الله متعال از آسمان نازل کرد. هفتم دختر خلیفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابی بکر رضی الله عنه بود. و هشتم افتخار برش است که الله متعال وعده مغفرت و رزق کریم برش کرده، مثل که در آیت صریح آمده. صحابی جلیل القدر عمرو بن عاص رضی الله عنه در غزوه سلاسل پیغمبر علیه السلام امیر مقرر کرده بود و او گفت که مرا امیر مقرر کرد، باز ما آمدم پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم. چون مرا امیر مقرر کرده بود فکر می کردم محبوب ترین شخص در پیش پیغمبر ما باشم.